سلام و درود و خوش اومدید به سومین پادکست اسلو پرژن. این بار با هم سفر می کنیم به دنیای شیرین دسرهای ایرانی. وقتی به مهمونی‌های ایرانی یا سفره‌های عید نگاه کنید، همیشه یه گوشه پر از شیرینی و دسر هست. خونه یک ایرانی که برید، بیشتر وقتها اولین چیزی که به شما تعارف میکنن چای و شیرینیه. حتی در فصل گرم تابستون. بیایید چند تا از معروفترین شیرینی ها و دسرهای ایرانی رو با هم بشناسیم. از یزد شهر شیرینی ها شروع کنیم. اینجا میتونید قطاب بخورید. شیرینی گرد و کوچیکی که داخلش پر از بادوم و گردوه و روی اون پودر قند میریزن. یا باقلوا که با لایه های خمیر نازک و مغزهای خوشمزه درست میشه. کیک یزدی هم یک کیک کوچیک سنتیه که معمولاً در قالب‌های کاغذی درست میشه. بافت نرم و طعم خوشایندی داره. در بازار یزد که قدم میزنید، بوی باقلوا و قطاب همه جا رو پر کرده. گز سوغات معروف شهر اصفهان هست. گز سفید و نرم با طعم پسته یا بادوم یکی از نمادهای مهمان نوازی اصفهانی هاست. و حالا یک شیرینی سنتی از شهر قم، سوهان که خیلی معروفه. یک شیرینی نازک و ترد با مغز پسته. وقتی یک تکه سوهان رو تو دهنتون میذارید، سریع آب میشه و طعم شیرین و کره‌ایش رو حس میکنید. باید دو دسر مشهور شهر شیراز رو امتحان کنید. فالوده شیرازی و مسقطی. فالوده با رشته‌های یخی و شربت آلبالو بهترین انتخاب در یک روز گرم تابستونه. و مسقطی یک نوع دسر ژله‌ای و نرمه که با نشاسته، گلاب و مغزها درست میشه و رنگش شفاف و زیباست. و حالا نوبت شمال ایرانه. شهر زیبای خودم رشت. از بین همه شیرینی ها و دسرها من رشته خشکار رو انتخاب کردم. اینجا در ماه رمضان همه به دنبال رشته خشکار هستند. شیرینی که یک خمیر نازک با گردو و دارچین پر میشه و بعد مثل سمبوسه میپیچن و توی روغن سرخش میکنن و در انتها داخل یک شربت شیرین و یا عسل میذارن. در کنار یک فنجون چای داغ واقعاً بی‌نظیره. و در آخر در تهران و یا هر جای ایران که باشید، در بیشتر مراسم ها میتونید شعله زرد رو امتحان کنید.
برنج و زعفرون رنگ طلایی شعله زرد رو میسازن و دارچین روی اون مثل یک نقاشی قشنگه. حلوا دسری نرم و خوش عطره که با آرد، روغن و زعفرون درست میشه و بیشتر در مراسم مذهبی و عزاداری ها تهیه میشه. و در ماه رمضان یک دسر خیلی معروف داریم، زولبیا و بامیه. زولبیا شبیه شبکه‌های ترد و شیرینه و بامیه شبیه یک شیرینی کوچیک سرخ شده است که در شربت غوطه‌ور میشه. معمولاً این دو رو با هم میخورن. هر کدوم از این دسرها فقط یک خوراکی خوشمزه نیستن، بلکه بخشی از فرهنگ، تاریخ و مهمان نوازی مردم ایران هستند. امیدوارم از این سفر کوتاه در دنیای شیرینی‌های ایرانی خوشتون اومده باشه. اگه به یادگیری زبان فارسی و آشنایی با فرهنگ ایرانی‌ها علاقه‌مند هستید، حتما عضو کانال بشید که پادکست‌های بیشتری از اسلو پرژن در انتظار شماست. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.